عجب گرفتاری شدیم ما از دست این اسلام عزیز. آقا این لحاف پرشپش رو عمر انداخت روی ما، این داریم خفه میشیم. آمدیم ایرانیای بیچاره اینو شستن، ضد عفونی کردن، هر تکش یک نقشی زدن، 1000 ترفند به کارش که بشه این زیر این خوابید لامصب این لحاف متعفن رو 40 تکش کردیم، یه تکش صوفیگری، یه تکش شیعه‌گری، یه تکش نمیدونم یه چیز دیگه. اینا شد که اگه بشماریم 124 نوع فقط شیعه داریم که یک جوری از این بگریزیم. یعنی اون چیزی که عمر میخواست به ما تحمیل بکنه و مورد نظر اینا بود، تنه اصلیش بود، آقا سازگاری با این مملکت نداشت. حالا شما چی میفرمایید قرن 21 چه تفصیلی شما میخواید بفرمایید؟ چرا نمیفرمایید که آقا دین مردم به مردم مربوطه، باید مردم آزاد باشن در دینشون، در هر دینی که هستن، حکومت هم باید